ریزگول یک ساکن ولایت فرای افغانستان در رفع حمله طالبان به یک پاسگاه امنیتی به افسران پلیس افغان کمک کرده است. جنگجویان طالب هفته گذشته با حمله به پاسگاه امنیتی در ولایت فرا پسر ریزگول را کشتند و او با گرفتن نارنجک و اتوماتیک کلاشنیکوف به دست به دیگر ماموران پلیس کمک کرده است تا 25 طالب را نابود کنند. در این باره صحبت داشتم با همکارم از رادیوی افغانستان آزاد قادر حبیب. قادر، لطفاً اول درباره جزئیات این حادثه میگفته که چگونه صورت گرفته است؟ بله، اصلا حادثه برمیگرده به هفته گذشته، زمانی که طالبان مسلح بالای پسته های نیروهای امنیتی و پلیس محلی در ولایت فرا حمله میکنن و پسته را که این خانواده در اونجا زندگی میکنن و در پهلوی خانهشان پسته هم دارن که خود اعضای خانواده، البته مردان خانواده، در این پسته مستقر هستند، در صفوف پلیس محلی با طالبان درگیر میشن و گفته اینا این جنگ و درگیری بین اینا و طالبان مسلح 10 ساعت دوام میکنه که خب قبلا هم گفتم که یک پسر جوان خانواده کشته میشه، همسرش از ناحیه پا جراحت برمیداره، اما اینا موفق میشن که طالبا پسته اینا رو تسخیر نکنه و خانه اینا رو نگیره. اینا حمله طالبان را به عقب میزنن. و آیا در گذشته این گونه موردها بودند که زنان افغان در جنگ با طالبان یا گروه‌های تندروی دیگر شرکت کردند؟ بله، در گذشته ما از ولایت نورستان گزارش داشتیم که یک زن در مقابل طالبایی که حمله کرده بودند از خود مقاومت مسلحانه نشان داده و در پیش از این در تاریخ 3 دهه جنگ و خشونتی که در افغانستان ادامه داره، قصه های زیاد و رویدادها و حوادث زیادی است که در اونجا زنها در برابر شوهرانشان در پهلوی کنار شوهرانشان قرار گرفتن و از سنگرشان دفاع کردن، در مقابل طرف مقابل و جنگیدن. و یکی از فرماندهان معروف زن در زمان جنگ با اتحاد شوروی و بعدتر از او به نام قماندان کفتر، یک خانم است که هنوز هم در بغلان است و افراد مسلح خود داشته و جنگیده و تقریبا 10 یا 100 نفر زیر فرمانش جنگ میکرده، در مقابل طالبان جنگیده در گذشته. قصه های از همچو وجود داره و این قصه در حال انکشاف میکنه و در رسانه ها بازتاب میافته که امروز روز جهانی محو خشونت علیه زناست و در کابل و سایر نقاط افغانستان گردهمایی ها و راهپیمایی های به این مناسبت هم برگزار شده. تشکر همکارم قادر حبیب از رادیوی افغانستان آزاد صحبت میکرد.